ما با لول توی بازی RPG آشناییت داریم، ولی لول تأثیرش توی الدرینگ چجوریه؟ بیلدا چجوری ساخته میشن؟ و اینکه چرا لول انقدر مهمه برای ما؟ توی این ویدیو قرار شما هر چیزی که در راه لول اپ کردن تو بازی نیاز داری رو ببینی. پس اگر برات سواله که لول اپ کلا سیستمش توی الدرینگ چجوریه، این ویدیو رو باید تا آخر ببینی. وقتی صفحه لول اپ کردن تو الدرینگ باز میکنین 8 تا گزینه میبینید. این گزینه اسمشون اتریبیوت ها هستن. اتریبیوت ها تاثیر خاص خودشونو توی لول اپ کردن روی کاراکتر ما میذارن که قراره دونه دونه توضیحشون بدیم. اولین و مهمترین اتریبیوت توی بازی ویگرمونه. کاری که ویگر به طور کلی و اصلی ترین کاری که میکنه اینه که خون کاراکتر شما رو زیاد میکنه. وقتی که خونتون بیشتر شه دمیج بیشتری لازم دارن انیمیا بدن تا بخوان شما رو بکشن و این علامتش هم بالا سمت چپ صفحه میبینید شما. و خب به طور کلی برای زنده موندن توی بازی خیلی چیز مهمیه و سعی کنید حتما لولش رو بیارید بالا تا 40-60. حالا جلوتر میگیم که چرا 40 و 60 و بیشتر نه. دومین اتریبیوتی که شما میبینید مایند کاری که میکنه اینه که FP شما رو بیشتر میکنه. FP بار پایین HP شما بالا سمت چپ صفحه هست که میبینید آبی رنگه و برای ماجیکرها و جادوگرایی که بیلدای جادوگری توی بازی خیلی مهمه. ولی به طور کلی به جز استفاده از ماجیک ها و اینکانتیشن ها برای بیلدای دیگه هم میتونید ازش استفاده کنین. بیلدایی که اشرافا استفاده میکنن یا اسپیشال اتک سلاحاتون. سومین گزینه‌ای که داریم ایندورنس دو تا کار مهم برای ما میکنه. یکیش استامینای ما رو بیشتر میکنه و دومی مکس اکویپ لود ما رو بیشتر میکنه. استامینا اون بار بالا سمت چپ سبز رنگه که شما هر کاری توی الدرینگ بخوای بکنی تقریبا استامینا استفاده میکنه. اگه بخوای داج بدی، جا خالی بدی یا بخوای بدوی، اینا چیزایی هستن که از استامینای شما استفاده میکنه و هرچی بیشتر باشه کاراکترتون کمتر خسته میشه. دومین کاری که میکنه اینه که مکس اکویپ لود ما رو بیشتر کنه. مکس اکویپ لود چیه؟ یعنی که وزنی که کاراکتر شما میتونه تحمل کنه توی بازی و اگر مثلا کاراکترتون رو با آیتمای خیلی سنگین بذارید تو اینونتوریش دیگه نمیتونه مثل قبل جا خالی بده و سریع حرکت کنه، سرعتش خیلی کمتر میشه. کاری که ایندورنس میکنه اینه که این رو بیشتر میکنه و به مرور زمان شما میتونید آیتمای سنگین تری بذارید روی کاراکترتون. ولی ما برای اینکه بخوایم بریم برای توضیح قابلیت های دیگه لازم با دو تا مفهوم دیگه آشنا بشیم. یکی اتریبیوت اسکیلینگ و یکی دیگه هم اتریبیوت ریکوایرد. ببینید ما برای اینکه بخوایم از یه چیزی استفاده کنیم نیاز به یه سری پیش زمینه‌ها و مهارت‌ها داریم دیگه. اتریبیوت ریکوایرد یه همچین چیزیه توی الدرینگ و شما میتونید توی صفحه منو اسلحه ها ببینیدش. مثلا ما اگه بخوایم سنگین رو بلند کنیم زور بیشتری نیاز داریم دیگه و خب اگه زورشو نداشته باشیم نمیتونیم این کارو بکنیم. attribute required دقیقا یه همچین معنیه و تو خیلی آیتمای استفاده کردن شما اینو میبینید. قضیه اینه که استفاده کردن از سلاح‌ها و جادوهای خاص توی بازی مهارت خاص خودشو میخواد که این لولایی که قرار توضیح بدیم دقیقا این همین کارو میکنن و مهارت ما رو توی اون قضیه بیشتر میکنن. مثلا اگه شما یه سلاحی داری که سنگینه، استرنج 50 میخواد برای استفاده کردنش. اگه شما استرنج رو نداشته باشین نمیتونی ازش استفاده کنی. یه زبدر میخوره بغلش، یعنی که مهارت کافی برای استفاده و اسلحه نداری. اتریبیوت اسکیلینگ چیه؟ ببینید اتریبیوت اسکیلینگ میزان بهره‌ایه که سلاح‌های شما از اتریبیوت ها و لول های خودتون میگیرن. یعنی مثلا یه سلاحی که زور خیلی زیادی میخواد استفاده ازش دیگه دانش که لازم نداری برای استفاده ازش، یا مثلا لازم نیست ایمانت قوی باشه برای استفاده ازش، لازم زورت بیشتر باشه و هر چقدر هم زورت بیشتر باشه قوی تر میشه. و این برای سلاح سنگین اینطوریه، یعنی که یک سری اتریبیوت های خاص
تأثیر مستقیم روی دمیج سلاحمون دارن. خب حالا وقتشه بریم سراغ توضیح بعدی اون 5 تا اتریبیوت توی لولا که گفتیم. و خب الان میدونیم دقیقاً میخوان چی کار کنن اینا با کرکتر ما. قراره یه سری توانایی‌ها بهمون بدن تا بتونیم از یه سری چیزا استفاده کنیم یا قوی ترشون کنیم. اولیش استرنجه. ببینید استرنج کرکتر عملا زور بازوشه، یعنی هر چی زور و قدرت بدنی لازمه توی همین استرنجه. بهتون کمک میکنه از سلاح‌های سنگین استفاده کنید یا سلاحایی که بیسشون استرنجه، یعنی زور بیشتری میخوان عملا برای استفاده ازشون. و نکته دیگه هم که هست لازمه دربارش بدونی اینه که اگه شما یه سلاحی داری که 10 تا مثلا اختلاف استرنج داری باش، مثلا یه سلاحیه که 50 تا استرنج میخواد، شما 40 تا استرنج داری، 43 تا استرنج داری، شما دو دستی نمیتونی اون سلاح استفاده کنی، ولی اگه یه دستی بذاری میتونی اون سلاح استفاده کنی و دیگه زبدر نمیخوره بغلش. اینم یه نکته‌ای بود راجع به سلاح استرنج. مورد بعدی دکسترتیه. دکسترتی یعنی چابکی و چالاکی و همچین چیزی، ولی برای یه سری سلاح‌های خاص، مثلا سلاحی که سریع باید باشی، کاتانای یه شمشیر سامورایی، یه شمشیری که بلند و سریع و بهشون دکستریتی بیس میگن. شما برای که بخوای این استفاده کنی نیاز داری دکستریتی تو ببری بالاتر. اینتلیجنس دوباره یه اتریبیوتیه که با دکستریتی و استرنج فرق داره و اینا دیگه یه حالت ماجیک تور به کرکترتون میدن و برای استفاده از یه سری ماجیک های خاص که اسمشون سورسریه. یعنی ماجیک ها 2 مدل داره که اونا رو هم حالا توی یه ویدیو دیگه کامل باید توضیح بدیم، ولی یه بخشی از ماجیک ها رو شما برای که بخوای استفاده کنی نیاز به اینتلیجنس داری و به صورت غیر مستقیم روی دمیج جادوهاتون هم تاثیر میذاره و به سلاحی که نیاز به اینتلیجنس دارن هم میتونید دسترسی پیدا کنید وقتی میاریدش بالا. مورد بعدی فیفه. ببینید فیف بهتون دوباره یه قسمتی از ماجیک ها هست اسمشون اینکانتیشن. شما برای اینکه بخوای از اون استفاده کنی نیاز داری به فیف و یه سری سلاح های دیگه هم هستن که باز به این اتریبیوت نیاز دارن و شما لازم لول اپش کنی. ببینید مورد بعدی که قرار دربارش صحبت کنیم آخرین اتریبیوت آرکینه. آرکین 3 تا کار مهم میکنه و یکیش با بقیه همین آخریه که توضیح دادیم یه خورده فرق داره. ببینید آرکین کاری که میکنه آیتم دیسکاوری رو اول همه زیاد میکنه، یعنی که شما مثلا یه انمی وقتی میکشینش یه چند درصد احتمال داره که یه آیتم رو به شما بده. وقتی آیتم دیسکاوریتون بالاتر باشه این درصد احتمالش هم بیشتر میشه، یعنی اگه قرار باشه مثلا 5% بده اون آیتم رو موقع کشتن اون انمی، وقتی خیلی بیشتر باشه آیتم دیسکاوریتون میشه 10%، 15% و یه همچین تأثیری آرکین روی کرکتر ما میذاره. مورد بعدی اینه که سلاح‌هایی که قابلیت بلاد لاس رو دارن و سلاح‌هایی که بلاد لاس بیلد محسوب میشن، آرکین کاری که میکنه باز میشه که این بلاد لاس سریعتر اتفاق بیفته و درصدش رو بیشتر میکنه. حالا بلادلاس چیه؟ بلادلاس وقتی بر اون کاراکتر یا اون انمی اتفاق میفته کاری که میکنه اینه که و اگه یه انمی معمولی باشه 15% از خونش رو کم میکنه، اگه یه باس باشه یه باس فایت بزرگی باشه مثلا 10% کم میکنه، 10.5% کم میکنه و این برای کاراکترهایی که خون دارن توی بدنشون. مثلا اگه شما یه قول سنگی باشه هیچ وقت نمیتونی بلاد دستش کنی، برای اون جواب نمیده و آرکین کاری که میکنه اینه که این درصد رو افزایش میده و قوی ترش میکنه. مورد بعدی که آرکین داره یه سری جادوها هستن به اسم دراگون اسپل و یه سری اینکانتیشن ها، یه سری جادوهای دیگه هن. یه سری اینا رو هم قوی تر میکنه، یک سری جادوها وجود دارن که اونا رو هم یه خورده قوی تر میکنه. حالا باز توی ویدیوی ماجیک کامل دربارش توضیح میده. و خب همه این اتریبیوت ها لول اپ کردن و یه قابلیت مشترک دارن که دیفنس شما رو و کلا مقاومت شما رو در برابر همه چیز بیشتر میکنن یه خورده و هر نوع لول اپی شما بکنی این اتفاق براش میفته.
مثلا میخواد ضربه فیزیکی دشمنا باشه، شمشیر چیزی بهت بزنن کمتر دمیج میخوری. و اگه مثلا بخوای مسموم بشی، یه افکتی توی بازی هست که منفیه بخوای بگیری، این رو کمتر میکنه. و این قابلیت همه اتریبیوت ها، یعنی هر کدوم رو لول اپ کنین این اتفاق میفته و لول اینم بالاتر میره. خب حالا که ما فهمیدیم این اتریبیوت ها چی کار میکنن با کرکترمون و دقیقاً فایده هاشون و کارشون چیه، یه توضیح دیگه راجع به این لول ها وجود داره به اسم سافت کپس. معنی سافت کپس توی الدرینگ در واقع به این معنیه که شما هر چقدر یه اتریبیوت رو، لول اون اتریبیوت رو بیاری بالا، اثرگذاریش توی لول بعدی کم میشه و دفعه بعد که میخوای لولش رو بیاری بالا خیلی کمتر اثر میذاره و فایدهش کمتر میشه. مثلا میگم شما اگه ویگورت رو بخوای از 1 بیاری 2، 50 تا هیل پر میکنه، ولی از 95 بخوای بیاری 96، 10 تا پر میکنه، 5 تا پر میکنه و این هی لولش بره بالا اثرگذاریش کمتر میشه که برای اتریبیوت های مختلف هم کاملا متفاوته که من عکسش هم میذارم شما کامل ببینید که این سافت کپ ها توی کجا هستن. و خب این خیلی مهمه برای اینکه ما بخوایم یه بیلد بهینه بسازیم. مثلا شما فرض کنید 170 تا لول دارید، خب اگه بیاین همش رو خون بذارید تعادل به هم میریزه و اون بهره کافی رو نمیتونین از تمام اون 170 لول بگیرین. و خب حالا میفهمیم بیلدا دقیقا چی هن. بیلدا یعنی استفاده درست از اتریبیوت ها و لولمون در کنار تمام جوانب دیگه، مثلا سلاحمونه، تلیسمنمونه. یه سری تلیسمنای خاصن که کلا تاثیر جدا میذارن، مثلا رو دمیجمونه، رو خونمونه و این کار رو میکنن و همه مجموع اینا رو ما بهشون میگیم بیلد که باعث میشه بازی خیلی برامون راحت تر بشه. اگه به طور هوشمندانه کنار هم قرار بگیرن بازی برامون خیلی راحت تر میشه. و خب فکر کنم هر چیزی که لازم بود درباره لول اپ کردن بگیم توی الدرین رو گفتیم. نکته که هست اینه که اگه مثلا خودتون میخواید بیلد بسازید یا به خودتون زمان بدید بازی بیشتر تجربه کنید، بیشتر بازی بگردید، سلاح‌های مختلف رو پیدا کنید که بتونید یه بیلد بهینه رو به مرور زمان بسازید و حتما سافت کپ ها رو جدی بگیرید. و اگه این ویدیو به دردتون خورد و براتون مفید بود لطفاً از ما حمایت کنید و کسایی که فکر میکنید این ویدیو به دردشون میخوره هم بفرستید براشون. حالا اگرم هر سوالی داشتید درباره همین موضوع توی کامنت ها به ما بگید.